بهترین ملاقاتم با دیوید راکفلر بوده. 25 دقیقه ملاقات با هم اسپرسو خوردیم دوتایی. تا نشستیم شما فکر کنید راکفلر چه مجموعه‌ای داره، چه ثروتی داره، چه امکاناتی داره، چقدر آدم دور و برشن. بله تا نشستیم. شما چه کتابی میخونید این روزا؟ به من گفت. وقتی هم که میخواستم خداحافظی کنیم گفت لورا اسیستانت منه، یه خانمی اونجا ایستاده بود، 5 تا کتاب برای ایشون لطفاً ایمیل کن، من میخوام این جهان رو بهتر بفهمم. یعنی از این فرصت استفاده کرد برای بهتر شدن، برای رشد، چون از خودش راضی نیست، چون میگه که من شاید از این دانشگاهی ایرانی هم یه چیزی یاد بگیرم، نگم میدونم، نگم من راکفلرم. دولت هایی که ما داشتیم فرقی هم نمیکنه تو چه گرایشی هستن، عموما حسشون اینه که اینا بر فراز آسمان ها هستن. من سوال کنم از کسی، من کتاب بخونم، من مرکز ثقل جهانم. حالا ما میگیم چرا با دنیا کار نمی کنن؟ اول شما با داخل کار کن، دنیا پیشکش.